السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجد إبراهيم، مسجد إبراهيمي عليه السلام، أقصى بيت المقدس امروزینا در اسرائیل. این مسجد همیشه برای مسلمانان محکم است. انا امروز از طرف انا همین در قفاش که ما داخل میشیم، جایی که مؤذن همجا داخل میشود کشوده شده است. امروز مسجد برای تمامش از همه دروش برای مسلمانان کشوده شده است. انا این اتاق مؤذن است که مؤذن از همینجا میآید و از همینجا داخل میشود، برای مسلمانان اذان میتید. برای دیگران این محکم است. از همین قفات داخل میشود، اذان میتید. و انا این جای آرامگاه یا قبر پیامبر یعقوب علیه السلام است، در داخل جان از طرف مؤذن. و ما به طرف دست راست میریم و در اینجا از این تریزه میبینیم قبر یا آرامگاه پیامبر یوسف علیه السلام است. انا همین صحن یا که همین منطقه رو، منطقه همین مسجد رو صحن یوسفی می نامند. صحن یوسفی است نامش. و الحمدلله امروز تمام همین مسجد همین بین همه درو کشوده شدگند برای مسلمانان. این هم یکی از چیزهای نادر. از این طرفی که ما داخل شدیم این همین جای هم آرامگاهی یعقوب علیه السلام است. انا این لائقه همسر یعقوب علیه السلام بود. انا این تریزه که ما الان دیدیم و باز به همین صحن یعقوبیه از اینجا ما داخل میشویم. از این تریزه است که آرامگاه قبر ابراهیم پیامبر علیه السلام است. از چند جهت میتونیم که ما مقبره ابراهیم علیه السلام پیامبر را مشاهده بکنیم. از اون طرف و انا از این طرف هم میشود. ابوالانبیا. انا این مقام آرامگاه یا قبر سیدت سارا زوجه پیامبر ابراهیم خلیل علیه السلام. و اینا بود بالون میشویم. صحنی که همون صحن اسحاقی میگن. در اونجا قبر اسحاق علیه السلام و همسر پیامبر اسحاق علیه السلام رفقه است. انا این از این طرفی که جای سارا علیه السلام همسر پیامبر ابراهیم خلیل الله علیه السلام. این طرف در بگیم طرف جای بیرون برآمدن جای نمازخانه. انا اینا گفتیم که این صحن اسحاقیش می‌نامند. انا اینش از همسرش و آنش از خود اسحاق علیه السلام، پیامبر اسحاق علیه السلام و همسرش رفقه علیه السلام. تمامی مسجد کشوده شدگی است. انا امروز این زیر زمینی راه زیر زمینی است که مثل یک غار بود و دنم خیلی دهن زیر زمینی درش محکم کرده شده است. در اینجا انبیاهای دیگران پیامبران در اینجا گور کرده شدگند که توسط انا همین راه زیر زمینی داخل میشه و قبرهای دیگر پیامبران رو میبینی.
خیلی که گفتیم من همین آرامگاهی پیامبر عیسی علیه السلام است، فرزند ابراهیم خلیل. و این آرامگاه از همسرش، همسر اسحاق پیامبر، رفقه علیه السلام، این محتاب یا این ستاره هایی که از قدیم مسلمانان اینجا رو بنا نهادن. و این صحن اسحاقیش می نامند در مسجد ابراهیمی. این مسجد رو مسجد ابراهیمی می نامند. این صحن رو صحن اسحاقی. انا از اون راه بازگشتم اومدیم انا همین ابراهیم علیه السلام و مقبرش. از چند تریزه اساس که از چند تریزه می توان و ببینی چند راه های دیدنیش هست قبر ابراهیم علیه السلام پیامبرمون رو. این محراب جای نماز گذاران. همین راهی که ما داخل شدیم از زمان را در اول الحمدلله که تمام راه های درها کشیده شده برای زیارت کردن در بیت الاقصی. انشاءالله خداوند نصیب کند ما را بعد از همه چی گذشتن ها میریم به زیارت اقصی. انا این منبر صلاح الدین ایوبی، کسی که در تاریخ این شخصیت رو بشناسد، یکی از امیر مؤمنان، تمامش از چوب راست کرده شدگی است که بگیم سلوله ایوبی ها را در تاریخ پیش از سلجوقی ها اداره میکرد. صلاح الدین ایوبی یکی از شاهان عادل. خب این همین به همین تمام